بسم الله الرحمن الرحیم. بنیاد علمی قانونیار در سال 1403 با چاپ و نشر بیش از 250 عنوان کتاب و نمایی بیش از 400 عنوان مقاله پژوهشگران و اساتید در سایت‌های علمی معتبر سال خوب و قابل توجهی رو پشت سر گذاشت. همچنین بنیاد علمی قانونیار در سال 1403 با برگزاری چندین رویداد علمی و فرهنگی در دانشگاه‌های مختلف معتبر کشور تونست سال پرباری رو رقم بزنه. انتظار داریم در سال 1404 پژوهشگران و اساتید با پیوستن به خانواده بزرگ قانونیار موفقیت‌های این خانواده رو دوچندان کنند. اکنون که با بزرگترین و مهمترین رویداد علمی و فرهنگی کشور مواجهیم، از تاریخ 17 اردیبهشت 1404 لغایت 27 اردیبهشت ماه 1404 بنیاد علمی قانونیار با رونمایی و عرضه کتب پژوهشگران عزیز در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کند. باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم که در سال 1404 ما به دنبال ثبت رکورد جدیدی در راستای جذب و پذیرش اساتید، مؤلفان، محققین و پژوهشگران عزیز به واسطه چاپ کتاب‌هاشون و مقالات علمی در بنیاد علمی قانونیار هستیم. نمای دیده شدن و برجسته سازی کتب و مقالات پژوهشگران عزیز یکی از اهداف مهم و عالیه بنیاد علمی قانونیار هستش که انشاءالله به واسطه نمایه و ایندکس جدیدترین یافته‌های علمی پژوهشگران و اساتید که در بنیاد علمی قانونیار به چاپ میرسونند گامی نو و مفید در این راستا برداریم.